تو وجود داری ولی ناشناس برای خودت. این نشناختن خودت یک جهل هست و این جهل با هر دانشی که دیگرون میتونن به تو بدن نمیتونه از بین بره. اونن میتونن بگن که تو این شکل نیستی، تو این نام نیستی، تو روح جاودانه‌ای، تو اینی، تو اونی، ولی این هم توسط دیگرون به تو داده میشه و بلافاصل نیست. برای شناختن خودت به تو کمک نخواهد کرد. تا زمانی که مستقیما خودت رو نشناسی در جهل باقی خواهی موند و جهل تولید تشویش و نگرانی خواهد کرد. تو نه تنها از دیگرون وحشت داری، از خودت هم میترسی، چون تو نمیدونی که کی هستی و چی چیزی در تو پنهان هست. چیزی رو که ممکن هست، اون چیزی که لحظه‌ای بعد از تو سر میزنه رو تو نمیدونی. میترسی و زندگی تو یک اضطراب بزرگ و عمیق خواهد بود. مشکلات بسیاری هستن که تولید تشویش و نگرانی میکنن، ولی اینها دست دومن. اگر عمیقاً نفوذ کنی، اون وقت هر مشکلی در نهایت همون نگرانی اساسی رو آشکار میکنه، اون تشویش پایه رو که تو نسبت به خودت در جهل هستی، نسبت به منبعی که از اون اومدی، نسبت به جایی که میری و نسبت به اونچه که همکنون هستی. ماهاویرا برای 12 سال در جنگل تنها زندگی کرد. 12 سال سخن نمی گفت، چون لحظه ای که لب به سخن باز میکنی یه بخشی از جامعه میشی دیگه. زبان یعنی جامعه، یعنی چیزایی که جامعه به تو داده. کاملا ساکت موند و سخن نمی گفت. پل اساسی قطع شده بود، تنها بود. وقتی که صحبت نمی کنی تنها هستی، عمیقاً تنها هستی. اون وقت راهی نیست که به طرف دیگه ای بری. برای 12 سال تمام تنها زندگی کرد و حرف نزد. چه کار میکرد؟ سعی میکرد که بفهمه که کی هست. بهتره که تمام برچسب‌ها رو کنار گذاشت. بهتره که از دیگرون فاصله گرفت تا نیازی به تصویر اجتماعی وجود نداشته باشه. اون تصویر جامعه خودش رو از بین می‌برد. سعی داشت تمامی زنگارها و زبالهایی که جامعه او به اون داده بودن رو دور بریزه و سعی میکرد که تماماً عریان باشه، بی هیچ نام و بی هیچ شکلی. شاید معنی برهنگی ماهاویرا به همین دلیله، چون ماهاویرا برهنه بود. این فقط معنی دور ریختن لباس ها نبود، ژرف‌تر از این بود. این برهنگی یک برهنگی تمام عیار بود، یک برهنگی که تماماً مربوط به تنهایی میشد، به تنها بودن. چون تو لباس رو برای جامعه تن میکنی، تو پوشاک رو به خاطر جامعه به تن میکنی که جامعه یه بخشی از بدن تو رو تایید نمیکنه. هر چیزی رو که جامعه تایید نکنه تو بایستی اون رو پنهون کنی. تنها بخشای معینی از بدن تو هست مجاز هست که دیده بشه. جامعه بخشای از تو رو انتخاب میکنه، تمامیت تو رو مورد تایید و پذیرش قرار نخواهد داد. همین ها نه تنها برای بدن بلکه برای ذهن هم صادق هست. صورت تو مورد تاییده، دستهای تو مورد تاییده، ولی تمام بدن تو مورد تایید نیست. ذهن تمام تو مورد تایید نیست، فقط یه بخشای از ذهن تو مورد پذیرش هست. پس تو باید بخش عمده‌ای از ذهن خودت رو پنهان و سرکوب کنی و تو نمیتونی ذهنت رو برای دیگران کاملا باز بکنی. تو نمیتونی ذهنت رو برای نزدیکترین دوستت هم باز بکنی، چون اون هم داوری میکنه. مطمئناً بهت میگه تو اینجور فکر میکردی؟ این چیزی که تو ذهنت داری؟ پس تو مجبوری فقط اونجور رو که دیگران میپسندن و پذیرفتنی هست رو به دیگران بدی. بخش بسیار جزئی که در ذهن تو هست و هرچه که در تو باقی مونده بایستی کاملا پنهون بشه و اونچه که در تو پنهون میشه، اون بخش نهفته، تولید بیماری های بسیار بسیار خطرناکی خواهد کرد. تمام روانکاوی فروید فقط از بیرون آوردن نهفته ها تشکیل شده. سالها طول میکشه و شخص بهبود پیدا میکنه و روانکاو کاری هم نمیکنه.
فقط چیزهای سرکوب شده رو بیرون میاره. فقط همین بیرون آوردن یه نیروی شفا دهنده داره. این یعنی چی؟ این یعنی که سرکوبگری همون بیماری هست. این یک بار سنگین. تو میخواستی برای کسی اعتراف بکنی، میخواستی بگی، میخواستی بیان بکنی، میخواستی کسی تو رو در تمامیتت بپذیره. در حالی که اتفاق افتاده شفا پیدا میکنی. معنی عشق یعنی همین. در عشق تو پس زده و مردود نمیشی. هر چیزی رو که هستی، چه خوب و چه بد، چه مقدس و گناهکار، چه سیاه و چه سفید، چه زشت و چه زیبا، چه چاق و چه لاغر، کسی تو رو در تمامیتت پذیرا شده. هیچ بخشی رو از تو مردود نخواهد دونست و تو احساس شفا و آرامش خواهی کرد. برای همینه که عشق بزرگترین نیروی شفا بخشی است. این باستانی ترین روش روانکاوی است. هر وقت عاشق کسی باشی نسبت به اون بازی و تنها با همین باز بودن بخش‌های تقسیم شده و قطع شده تو به هم جوش میخورن و تو یکی میشی. ولی حتی عشق هم امروزه غیر ممکن شده. به همسرت هم نمیتونی کاملا حقیقت رو بگی و معشوقت هم نمیتونی کاملا اصیل باشی، چون اونها هم تحت تاثیر جامعه داوری میکنن. اونا میخوان از یک تصویر، از یک عقیده، از یک آرمان پیروی بکنن. با واقعیت تو اهمیت نداره. آرمان و عقاید اونها اهمیت داره. تو میدونی اگر تمامیت خودت رو عنوان بکنی مردود خواهی شد و دوستت نخواهند داشت و تو میترسی و به سبب همین ترس عشق ناممکن خواهد شد. پس روانکاوی بخشای نهفته رو بیرون میاره. روانکاو میشینه و فقط به تو گوش میده. به نظر میرسه که کسی به تو گوش نداده. برای همین هم است که تو نیازمند یک کمک حرفه‌ای هستی. هیچ کس آماده نیست تا به تو گوش بده. هیچ کس وقتت رو نداره. هیچ کس حوصله تو رو نداره. هیچ کس توجهی به تو نداره. پس نیاز به یک کسی هست که هم به تو توجه کنه، هم وقت برات داشته باشه و هم حرفت رو گوش بده و درک کنه. این یه معجزه است. چرا تو فقط با شنیده شدن شفا پیدا میکنی؟ چون کسی بدون داوری به تو گوش میده. تو میتونی هر چی رو که در تو هست بازگو بکنی و فقط با گفتن این نهفته ها بالا میان و بخشی از خودآگاه میشند. وقتی تو چیزی رو قطع کنی، چیزی رو سرکوب کنی، بین خودآگاه و ناخودآگاه، بین پذیرفته شده و پذیرفته نشده جدایی و تقسیم به وجود خواهی آورد. این تقسیم بایستی بیرون ریخته بشه. پس ماهاویرا وارد تنها بودنش میشه تا بدون اون چی که هست. همون باشه. از هیچ کس نترسه. قرار نیست که چهره‌ای به کسی نشون بده تا بتونه تمام چهره و نقاباش رو دور بریزه. اون تنها خواهد بود. گفتیم کاملا برهنه، همونجور که هست. زیر آسمان، زیر ستاره ها، کنار رودخونه، توی جنگل. هیچ کس اون رو داوری نمیکنه و هیچ کس نخواهد گفت تو مجاز نیستی این شکلی باشی یا رفتارت رو بایستی درست بکنی. ترک جامعه یعنی ترک موقعیتی که توی اون سرکوبگری اجتناب ناپذیر هست. پس برهنگی یعنی بودن همونطور که هستی، بدون هیچ مانع و بدون هیچ مقاومتی. ماهاویرا وارد سکوت شد، وارد تنها بودنش و گفت تا وقتی که خودم رو پیدا نکنم، نه خودی که دیگرون به من دادن، این خود دروغین است، بلکه خودی که با اون زاده شدم به جامعه بر نخواهم گشت. تا وقتی خودم رو نشناسم به اجتماع بر نمیگردم. تا وقتی با خودم، واقعیت خودم مستقیم روبرو نشدم، تا وقتی که با جوهر اساسی خودم برخورد نکردم حرف نخواهم زد. چون حرف زدن بیفایده است. تو یه موجود اتفاقی هستی. هر چیزی رو که فکر میکنی هستی بخشی اتفاقی هست. بر مثال تو توی ایران زاده شدی یا توی هند زاده شدی، میتونستی توی انگلیس یا توی
آفریقا یا توی آمریکا زاده بشی. میتونستی هر جای دیگه ای زاییده بشی. این بخش اتفاقی از وجود تو هست، ولی فقط با زاده شدن در هندوستان یا در ایران تو هویتی متفاوت داری. تصادف بوده دیگه. پس تو در هر کجا که زاییده شدی خودت رو با اون موقعیت متصل کردی. تو فکر میکنی که مذهبی هستی، مذهب تو هم اتفاقیه. اگر توی یک کشور کمونیست زایده شده بودی یک انسان مذهبی نمی بودی، تا همونقدر غیر مذهبی می بودی که حالا که مذهبی. اینها اتفاقی هستن و جوهری و اساسی نیستن، بستگی به شرایط داره. تو به زبان ایرانی یا به زبان هندی یا گجراتی صحبت میکنی، یا کسی دیگه با زبان فرانسه یا ایتالیایی صحبت میکنه. پس زبانم یه امر اتفاقیه، ولی سکوت اساسی و جوهرین هست. زبان اتفاقیه. روح تو جوهره، خود تو اتفاقیه. چجوری میشه جوهر رو پیدا کرد؟ بودا هم 6 سال وارد سکوت میشه. مسیح به یه جنگل ژرف وارد میشه، پیروان و حوارینش میخوان با اون برن، اون رو دنبال کنن. به یه نقطه میسته میگه شما نیاد، از اینجا به بعد دیگه من خودم با خدا خودم بایستی تنها باشم. وقتی برمیگرده یه مرد کاملا متفاوت هست. زرتشت به کوه پناه برد، اگر اشتباه نکنم به مدت 10 سال. زن و بچه رو رها کرد، به مدت 10 سال به کوه رفت. موسی به همین شکل، حضرت محمد به همین شکل و اکثر پیامبران و اولیا به همین شکل. انگار یه دوره‌ای بایستی تو خودت با خودت خلوت کنی و حقیقت خودت رو کشف کنی، مکاشفه گری کنی. انگار تنها بودن یک آینه میشه. انگار بین جماعت و جمعیت که باشی یک فریب هست. برای همینه که تو پیوسته از تنهایی وحشت داری، چون مجبور خواهی بود خودت رو بشناسی و باید خودت رو در برهنگی و عریانی کامل بشناسی و تو میترسی. تنها بودن دشواره. هر وقت که تنها باشی بیدرنگ شروع به یه کاری میکنی که تنها نباشی. اینی که میگیم یه مدت تنها باشی، نه اینی که همیشه تنها باشی. انسان برای شناخت خودش احتیاج داره که به تنهایی بره، به انزوا بره و انزوا طلبی تا آخر عمر نه ها. شخص نبایستی برای همیشه توی اونجا بمونی، این بیهوده است. ولی برای یه مدتی شخص بایستی به انزوا و خلوت بره. مدت اون به اون مدت بستگی داره. مهاویرا 12 سال، بودا 6 سال، زرتشت 10 سال، هر کدوم به مدتی که بستگی داشت. ولی تا زمانی که به نقطه ای نرسه که بتونه اعلام بکنه که حالا من حقیقت خودم رو پیدا کردم، اون تنها بودن یک الزام است. تکنیکی رو که امروز میخوام براتون راجبش صحبت کنم که مربوط به همین درس میشه، این تکنیک در مورد تنها بودنه.
میگیم در یک مکان مستقر شو که فضای بی پایان داشته باشه، از درخت ها و تپه ها و سکنه خالی باشه. میگه نمیتونم همچین جایی رو پیدا کنی. منظورمون اینه که به یه جایی برو که هیچ کس نباشه، یه فضای بی پایان داشته باشه. حالا درخت هم وجود داره، ایرادی نداره، تپه هم وجود داره، ایراد نداره، ولی خالی از سکنه باشه. اون وقت پایان فشارهای ذهنی فرا خواهد رسید. تکنیک اینه که تو بری یه جایی که خالی از سکنه باشه و هیچ چیزی نباشه که بخوای مشغول اون بشی. فشار ذهنیت آرام 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 کم خواهد شد. قبل از اینکه بخوای وارد این تکنیک بشی، که چند تا مورد در مورد تنها بودن برات باز کنم. اول، تنها بودن پایه و اساس تو هست. وجود تو اینجوریه. تو در رحم مادر تنهایی، کاملا تنها. روانشناسان میگن که، یا عرفا میگن که این اشتیاق برای نیروانا، برای اشراق، برای رستگاری، برای رهایی یا برای بهشت در واقع خاطره عمیق از تجربه بودن در رحم مادر هست. تو اون رو شناختی، اون تنها بودن کامل رو، اون سرور و آنندا رو فهمیدی. تو تنها بودی، تو خدا بودی، تو با خدا در ارتباط بودی و هیچ کسی دیگه اونجا نبود. هیچ کس مزاحم نبود، هیچ کس تو رو مختل نکرد. در تنهایی تو ارباب بودی. آرامش تو بدون هیچ ستیزی ذاتی و فطری بود. اونجا سکوت حاکم بود، نه زبان. تو عمیقاً در خودت بودی. تو از این واقعیت آگاهانه هوشیار نیستی، ولی اینها عمیقاً در تو ثبت شده و در ناخودآگاه تو نهفته است. این یک حقیقته که وقتی بین مردم هستی و با عقاید مردم در ارتباطی، احساس زجر خواهی کرد. احساس میکنی هر روز، هر ثانیه، هر دقیقه بایستی خودت رو عوض کنی و یک چهره جدید به خودت بگیری. وقتی هم که از جامعه میخوای بیرون بری و بعد از 120 سال میخوای بمیری، تو بار دیگه تنها خواهی بود. حتی بین تولد و مرگ هم تنهایی در عمق. انگار که دیگران برات مثل یک خاطره هستند که میان و میرن و یه روزی باز تنها میمونی. و بین این دو نقطه تنهایی، تولد و مرگ، زندگی تو پر از حوادث است. ولی این حوادث همگی اتفاقی هستند. تو در عمق دوباره تنها باقی میمونی، چون این واقعیت یک واقعیت پایه‌ای هست. ازدواج میکنی، 2 تا میشی، بعد بچه دار میشی، 3 تا میشی، 4 تا میشی، و همه چیز جلو میره، ولی تنها در درون خودت. شاید اون تنهایی رو ما بهش میگیم آتما یا روح یا اون جوهره الهی. در خلوت عمیق این جوهر بایستی دوباره به دست بیاد. پس وقتی که بودا میگه به نیروانا رسیده، در واقع اون این تنها بودن و این واقعیت پایه رو کسب کرده. یا ماهاویرا که میگه من به کایوالیا رسیدم، واژه کایوالیا به معنی تنها و تنها بودنه.
این تنهایی مثل یک نخ تسبیح از میان تو عبور میکنه. دونه های تسبیح نمایان هست و نخ پیدا نیست، ولی دونه ها به نخ متصلن و دونه ها بسیارن و نخ یکی. در واقع تسبیح نماد این حقیقته. نخ واقعیت تنها بودن است و دانه ها فقط حوادثی هستن که به اون آویزونند. و تا زمانی که نفوذ نکنی و به نخ اساسی وارد نشی، تو در اضطراب خواهی بود، تو رنج خواهی کشید. تو یک تاریخ داری، اون تاریخ هم اتفاقیه. تو یک طبیعت داری، اون طبیعت غیر تاریخی است. تو در تاریخی مشخص، برای مادر پدر مشخص، توی جامعه مشخص و توی زمان معین زاده شدی. تو به شیوه خاص تحصیل کردی و وارد حرفه‌ای میشی، حرفه مشخصی میشی، بعد عاشق زن یا مردی میشی، بچه دار میشی و تمام اینها رویدادها مثل دانه هایی هستند که همون دانه های تسبیح. حوادث، تاریخ، ولی تو توی ژرفای وجود تو همیشه تنهایی. اگر تو توی این حوادث خودت رو کاملا فراموش بکنی، اون هدفی رو که براش اومدی از کف خواهی داد. وقت خودت رو توی این نمایش گم میکنی و بازیگر رو فراموش کردی که جزئی از اون نیست و تنها نقش ایفا میکنه. تمام اینها نقش های یک نمایشنامه هستن. وقتی که به انزوا میری به سمت نخ حرکت میکنی. وقتی به انزوا میری به وارد حقیقت خودت میشی، وارد طبیعت وجودی خودت میشی. اگر واقعا تنها باشی، حتی اگر فکر دیگرون رو هم نداشته باشی، برای نخستین بار دنیا رو احساس میکنی که به صورت واقعی اطراف تو وجود داره. تو با اون تنظیم میشی. الان تو با جامعه تنظیمی. وقتی توی تنهایی خودت وارد میشی، وقتی وارد طبیعت خودت میشی، اگر بارون میاد معنای بارون رو درک میکنی. ولی توی جامعه وقتی بارون میاد تو اون میگی که ما به آب بارون احتیاج داریم و این آب بارون احتیاج هست و اصلا بارون برات اون اهمیتی رو که در طبیعت داره نداره. وقتی توی تنهایی خودت در جنگل حضور داری، وقتی باران میاد اونا برای تو حرف میزنن. تا حالت بارون رو احساس میکنی. بعضی روزها بارون عصبانیه، خشمگینه، بعضی روزها بارون نرم و عاشقانه است، بعضی روزها تمام آسمان افسرده است، بعضی روزها رقصان هست، بعضی روزها آفتاب آنچنان طلوع میکنه که انگار بی اراده است و مجبور از روی وظیفه طلوع بکنه و بعضی روزها به اراده خودش طلوع میکنه. یک زیبایی مخصوص به خودش رو داره. تو حالا اطراف خودت رو حس میکنی. اون وقت طبیعت زبان خودش رو داره ولی زبونی ساکت و تو تا ساکت نباشی نمیتونی اون رو درک کنی. نخستین لایه تنظیم با جامعه است. دومین لایه تنظیم با طبیعت و لایه سوم ژرف‌ترین لایه با تائو یا دارما است. این وجود خالصه. اون وقت تو درخت، بارون، ابرها رو پشت سر میذاری. اون وقت فقط هستی وجود داره. هستی فقط یک حالت داره. همیشه مسرور هست، همیشه سرشار از انرژی هست. ولی شخص سالک بایستی اول از اجتماع به طبیعت حرکت کنه و بعد از طبیعت به هستی. و وقتی که با هستی تنظیم شدی تماما تنها خواهی بود. و این تنها بودن با تنها بودن کودک در رحم تفاوت داره. چون کودک تنهاست
نه اینکه اون واقعا تنهاست، بلکه از هر چیز دیگه ای ناهوشیاره، در تاریکی محبوس هست و برای همین احساس تنهایی میکنه. تمام دنیا در اطرافش وجود داره، اون از این آگاه نیست. تنها بودن اون از جهل اون هست. وقتی که تو آگاهانه ساکت بشی، با هستی و با خدا یگانگی رو تجربه بکنی، تنها بودن در تاریکی احاطه نشده، بلکه در نور قرار داری. بر تو دنیا نخواهد بود، چون تو و دنیا یکی شدی. به کالبد کیهانی و نیروانی که خودت نزدیک میشی. نفس از بین رفته. شبیه یک کودک معصوم خواهی شد. خب برگردیم به تکنیک. توی مکانی مستقر شو که فضای بی پایان داشته باشه، روی تپه‌ای که بتونی تا بی نهایت نگاه کنی، جایی که دید تو هرگز پایانی نداشته باشه. اگر بتونی افق بی پایان رو ببینی و چشمانداز تو رو پایانی نباشه، نفس محلول خواهد شد. نفس نیازمند محدوده و مرز هست. هرچه مرزها بیشتر تعریف شده باشند، وجود داشتن نفس آسانتر خواهد بود. و به همین دلیله که ما توی این تکنیک میگیم توی مکانی مستقر شو که فضای بی پایان داشته باشه و از درختها، تپه ها و سکنه خالی باشه. ذهن بسیار لطیف عمل میکنه. میتونی روی تپه‌ای زندگی بکنی و کسی اونجا نباشه، ولی اگر در عمق دره خانه روستایی رو میبینی، شروع میکنی به صحبت کردن با اون کلبه. تو با اون ارتباط خواهی زد. جامعه وارد شده، تو نمیدونی که چه کسی اونجا زندگی میکنه، ولی کسی در اونجا زندگی میکنه و همون یک مرز میشه و تو شروع میکنی به رویا بافی در مورد اینکه چه کسی اونجا زندگی میکنه و چشمهای تو شروع به جستجو میکنه تا ببینی چه کسی اونجا زندگی میکنه و آیا از خونه بیرون میاد، آیا توی تپه هاست، و اون کلبه نماد بشریت میشه. به همین خاطر که ما تو این تکنیک میگیم بایستی خالی از سکنه باشه، حتی بدون درخت. چون ما میدونیم که کسانی که برای این مراحل آماده میکنن خودشون رو که به تنهایی مطلق خودشون دست پیدا بکنن، اگر کسی نباشه، درختی وجود داشته باشه، شروع میکنن به صحبت کردن با درختها. با درختها دوست میشن و یه گفتگوی ذهنی به وجود میارن. و این میشه دوباره یک اعتیاد کاذب در مورد ارتباط با موجودات دیگه که اجازه ندن تو به حقیقت درونی خودت راه پیدا بکنی. پس یه جایی به سر ببر و هوشیار باش که بار دیگه جامعه درست نکنی. شاید شروع کنی به مراقبت از یک درخت و اون رو دوست داشته باشی. شاید احساس کنی که درخت تشنه است، براش آب بیاری. تو رابطه رو شروع کردی و در ارتباط تو تنها نیستی. پس تأکید اینه که به چنین مکانی بایستی بری و این در ذهنت باشه که تو نباید هیچ گونه رابطه‌ای به وجود بیاری. تمام روابط و دنیای روابط رو پشت سر بذار و تنها باش. خب خیلی سخته. میگه استاد چی داره میگه؟ خیلی کار سختی هست. در ابتدا بسیار دشوار خواهد بود، چون ذهن مخلوق جامعه است. تو میتونی جامعه رو ترک کنی، ولی کجا میتونی ذهنت رو ترک بکنی؟ ذهن مثل سایه تو رو دنبال خواهد کرد. ذهن در تعقیب تو خواهد بود. ذهن شروع میکنه به شکنجه کردن تو. صورتهایی رو در رویا خواهی دید که سعی میکنن تو رو تحریک کنند، تو رو اغفال کنند، تو رو از هدفی که داری دور کنند.
تو سعی میکنی مراقبه کنی ولی افکار تو متوقف نخواهند شد. تو شروع میکنی به فکر کردن در مورد خونت، در مورد همسرت، در مورد فرزندانت و در مورد دوستانت و این یک امری انسانی هست، شکی توش نیست. این تنها برای تو اتفاق نخواهد افتاد. برای بودا و مهاویرا و همه کسانی که این راه رو رفتن اتفاق افتاد. بودا هم به یاشودارا فکر میکرد، ولی آرام آرام تونست به این فکر غلبه بکنه. خب سخته دیگه. الان وقتی فکرشو میکنی میگی این دیگه چه تکنیکی هست. تکنیک ها فوق العاده مهمند. این یکی از 3 تکنیک اصلی تنهایی هست که بودا به شاگردهای خودش تأکید میکرد که اونها رو بایستی حتما انجام بدن در طول سلوک معنوی خودش. هر کجا که بری ذهن تو رو مثل سایه دنبال خواهد کرد. پس آسون نخواهد بود، برای هیچ کس آسون نبود. هوشیارسازی خودت بارها و بارها یک نزاع طولانی خواهد بود. اینکه بارها و بارها شاهد باشی و بارها و بارها قربانی ذهن نشی و ذهن تا آخرین لحظه تو رو تعقیب خواهد کرد، تا وقتی که احساس عجز نکنی، تا وقتی که احساس نکنی که غیر قابل درمان هستی و حالا دیگه نمیتونی کاری بکنی، ذهن از تعقیب تو دست بر نخواهد داشت. ذهن از هر راهی تلاش میکنه. ذهن افسانه و تخیل و اوهام خلق میکنه و هر گونه اغوا و فریبی رو به کار خواهد برد. در زندگی تمام روشنبین ها و در زندگی تمام اولیا و پیامبران نوشته شده که توی این مرحله شیطان خواهد آمد و اهریمن برای فریفتن میاد. در واقع هیچ کسی جز ذهن تو نخواهد اومد. ذهن تو همون شیطان و اهریمن هست. اون به هر راهی کوشش میکنه. ذهن به تو میگه که من تمام دنیا رو به تو میخوام بدم، برگرد. ذهن تو رو افسرده میکنه، میگه تو یک احمقی، تمام دنیا خوشه، تو حالا تو اومدی روی این تپه نشستی، هیچ چیزی نیست که باهاش سرگرم باشی، تو دیوانه‌ای. تمام معنویت تو یک فریبه، برگرد. بهت میگه ببین تمام دنیا دیوانه نیست و از اون دارن لذت میبرن و تو دیوانه تنها اینجا داری خودت رو آزار میدی. نزاع اساسی همینه دیگه. و به این دلیله که ذهن فقط یک مکانیسم عادت هست، یک پافشاری مکانیکی. توی بالای اون تپه ذهن احساس میکنه که در جهنمه، اونجا هیچ چیز خوب نیست، همه چیز اشتباه است. ذهن تمام منفی بودنها رو ایجاد میکنه. تو اینجا چی کار میکنی؟ دیوونه شدی. دنیایی رو که ترک کردی در چشمان تو زیباتر و زیباتر میشه و جایی که هستی زشتر و زشتر و زشتر. ولی اگر پایداری بکنی و هوشیار باشی که این فقط یک عمل کرده ذهن هست و ذهن باید هم این چنین بکنه، اگر با ذهنت هم هویت نشی، یه لحظه ای فرا خواهد رسید که ذهن تو رو ترک میکنه با تمام فشارهاش. وقتی که ذهن تو رو ترک کرد، تو سبک بار هستی، چون تنها بار واقعی و اساسی همون بار ذهنی بود. اون وقت دیگه نگرانی وجود نداره، فکر نیست، تشویش نیست. یک سکوت عمیق در درونت منفجر خواهد شد. توی تکنیک میگیم اون وقت پایان فشارهای ذهنی فرا میرسه، در چنین خلوتی، در چنین تنهایی، مطمئناً اون فشارهای ذهنی نابود خواهد شد، از بین خواهد رفت.
خب مطالعاتی که روانشناسا امروزه مرتب تاکید میکنند و تحقیقات اونها اعلام میشه، میگن که تمامی بشریت از فشار جمعیت به سمت دیوانگی رفته و این دیوانگی به خاطر ارتباطات انسانها با جوامع و انسانهای دیگر، با اون فشار انبوه جمعیتی که باشون در ارتباط هستن اتفاق افتاده. فشار بسیار سنگین و بسیار زیاد هست. هیچ وقت تنها نمیمونی، در قطار، در اتوبوس، در محل کار، در خونه، هیچ جا. انسان به فضایی نیاز داره تو اونجا تنها باشه، ولی مکانی نیست. تو هرگز تنها نمیمونی. به خونه میای، همسرت هست، فرزندت هست، بیرون میری دوستانت هستن، سر کار میری همکارات هستن، تو اتوبوس میشینی دیگرون هستن، راه میری دیگرون هست، سر صدای ماشین هست، توی پارک میری انبوه مردم هست، همه جا و همه جا. تو به خاطر این فشار بیش از اندازه دیوانه شدی. اختلالات روحی روانی تو، اختلالات سایکوسوماتیک تو مربوط به همین فشار بیش از اندازه انسان‌ها و جوامع هست که تو تنها نیستی و در طول روز یه جایی نداری که چند لحظه‌ای با خودت تنها باشی. ذهن برای آسایش نیاز به فضا داره. وقتی که تنها روی تپه‌ای باشی، در تمام اطرافت فضای خالی هست، فضای بی پایان. اون وقت فشار جمعیت، فشار دیگران و اطرافیان تو رو ترک میکنه، خوابت عمیق‌تر میشه و در بامداد کیفیت بیداریتون متفاوت خواهد بود. احساس رهایی، آزادی خواهی کرد. فشار درونی وجود نداره. تو احساس میکنی که از زندان بیرون اومدی و سبکبار شدی. این خوبه، ولی ما متاسفانه چندان نمیپاد این تنهاییمون. ما به جمعیت معتاد شدیم. برای چند روز، حالا 3 یا 4 روز احساس خوبی شاید داشته باشیم، بعد یه میلی در ما برانگیخته میشه که میخوایم برگردیم و به سبب الگوهای ذهنی و عادات تو احساس بیهودگی میکنی. تو در تنهایی احساس بیفایده بودن و احساس انگل بودن میکنی. به تنهایی نمیتونی کاری بکنی. حتی اگر کاری انجام بدی، هیچ کس نمیبینه که تو چی کردی و هیچ کس کارتو رو تحسین نمیکنه و تو نمیتونی هیچ کاری بدون تحسین انجام بدی. دوست داری کاری رو که انجام میدی دیگرون ببینند. تو در تمام زندگی کارها رو برای دیگرون انجام دادی و به همین خاطر احساس بیهودگی میکنی. پس بیاد بیار، اگر هر وقت بخوای این دیوونگی انزوا رو آزمایش بکنی، مفهوم مصرف و کاربرد رو دور بنداز. بیفایده باش. تنها توی این شکل میتونی تنها باشی. چون فایده داشتن هم توسط جامعه به ذهن تو تحمیل شده. جامعه میگه کار مفیدی انجام بده، بیفایده نباش. و تو درگیر این گونه عقاید و مسائل هستی. من نمیگم که بیفایده باش، من میگم این فایده هدف نیست. تو باید در جامعه زندگی کنی، برای اون مفید باشی، ولی هر لحظه ظرفیت این رو داشته باش که بیفایده باشی. یعنی در حقیقت برای خودت یک فایده داشته باشی. این ظرفیت بایستی دوباره کسب بشه، وگرنه تو شی میشی و دیگری سعی میکنه از تو سوء استفاده کنه. تو اون لحظه تو دیگه یک فرد انسانی نخواهی بود.
و به همین خاطر وقتی تو به خلوت و انزوا حرکت میکنی این یک مشکل خواهد بود. احساس بیفایده بودن میکنی و میگی من به درد هیچی نمیخورم، چرا از کاری از من بر نمیاد، یه گوشه نشستم در سکوت و تنهایی. تو فقط خودت باش و از انزوای خودت لذت ببر، درست مثل یک صخره یا یک درخت یا یک رودخونه. مرشدهای ذهن به شاگرداشون میگن دیگه، میگن برو مثل یک سنگ باش، درست مثل اون قطعه سنگ توی دنیا باش، نگران دنیا نباش، هر اتفاقی برای دنیا بیفته اون سنگ اونجا خواهد بود. سنگ نگران نیست، به عبارتی سنگ انگار در یک مراقبه سنگینه. تا زمانی که واقعا آماده بی مصرف بودن نباشی نمیتونی وارد انزوا بشی. وقتی که عمق انزوا رو شناختی میتونی به جامعه برگردی. تو باید برگردی، چون انزوا روشی برای زندگی نیست، فقط یک تمرینه. انزوا راهی برای زندگی کردن نیست، فقط یک آسودگی عمیق هست تا منظرگاهت رو تغییر بدی، دیدگاهت رو تغییر بدی. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. ممنون میشیم برای حمایت از کانال راهی به سوی خدا ما رو لایک و سابسکرایب کنید. در ضمن میتونید سوالات خودتون رو در قسمت کامنت ها مطرح کنید تا در اسرع وقت پاسخگوی شما باشیم. سپاس فراوان از همراهی شما.